کسانی که عمل نامهشون به دست راست میرسه فریاد میزنند که ها او مقرؤ کتابی، بیایید نامه اعمال ما را بخونید که چه چیزهای خوبی در عمل نامه ما نوشته شده است. خوشحالند و مسرورند و به جنتی داخل می شوند که نپرسید از اون بهشت که چقدر زیبایه، چه صداهای زیبا، چه آوازهای زیبا و چه منظره های زیبا، چه خوردنی های زیبا و چه مشروبات زیبا و همه زیبایی ها را آنجا الله تعالی تکمیل کرده است. زیبا آفریده آنطور که خودش خواسته و تمام اسباب عیش انسان را الله در بهشت فراهم کرده است.